پرنده‌های شکاری فرمانرواهای آسمون و پدیده‌های شگفت انگیز طبیعت هستند. بینایی فوق‌العاده، بالهای قدرتمند، چنگالهای تیز کنار منقارهای نیرومندشون هیچ شانسی برای فرار به طعمش نمیده. جای تعجب نیست که با این ویژگی‌ها اونها به راحتی توی قلمروی خودشون فرمانروایی میکنن. عقاب و شاهین، دو پرنده باشکوه، هر کدوم با نقاط قوت منحصر به فرد خودش. شاهین با سرعت و چابکی خودش پادشاه بخشی از آسمونه و عقاب هم با قدرت و توان خارق‌العاده‌اش ارتفاعات بالاتر رو تسخیر کرده. اما چی میشه اگر هر کدوم از اونها تو مسیری که دارن میرن با دیگری روبرو بشن؟ این سوالیه که برای خیلی ها جذابه و جواب درستی هم نداره. امروز ما توی این ویدیو اون رو بررسی میکنیم تا در نهایت شما برایش به یک جواب برسید. اما قبل از اون توی کامنت ها بنویسید که به نظر شما کدوم یکی از این پرنده ها میتونه سلطان واقعی آسمون باشه، عقاب یا شاهین؟ و بعد برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و ادامه ویدیو رو ببینید. چی باعث میشه که شاهین بین پرنده ها تا این حد قدرتمند باشه؟ وقتی تو اسلحه خونه اون جستجو میکنیم ترکیب شگفت انگیزی از فیزیک و زیست شناسی رو میبینیم. بدن شاهین آیرودینامیکه. برای کسایی که نمیدونن باید بگم آیرودینامیک علم مطالعه حرکت هوا اطراف یه جسم جامد در حال حرکته که نوع طراحیش تاثیر زیادی روی سرعت داره و بدن شاهین هم توسط طبیعت برای تعقیب و گریزهای با سرعت بالا طراحی شده. بالهای اون که بلند و نوک‌تیز هستن به راحتی هوا رو میشکافن و به شاهین این امکان رو میدن تا سرعت باور نکردنیش رو حفظ کنه. عضلات قدرتمند سینه این پرنده موتوری برای تأمین نیروی بال زدن سریع اونه. تو همون سرعت بالا موقع پرواز شاهین میتونه چرخش‌های سریع و سقوط ناگهانی رو اجرا کنه و سطحی از مانورپذیری رو به نمایش بگذاره که کمتر پرنده‌ای توان برابری با اون رو داره. قابلیتی که موقع شکار طعمه هایی که توی هوا هستن فوق‌العاده مؤثره.